دوستان نازنین سلام. بعضی وقتا سر کار پیش میاد که کار درست پیش نمیره یا گره میفته، بچه ها کار خراب میکنن، حالمون بده، با بچه ها بد رفتاری میکنیم در صورتی که میدونیم اشتباه. ولی این عین نامردیه. بچه‌هایی که کسایی که میان صبح تا شب زحمت میکشن، کم یا زیاد، خوب یا بد، به هر حال میبینیم که میارمشون سر کار. اینی که آخر هفته باشه یا برای پول زنگ بزنن بخوای منت سرش بذاری یا بخوای حالشو خراب کنی، تلفن جواب ندی، عین نامردیه. و بهتره که یه جوری بهشون پول بدیم که اگر به جونشون برسه، این پولا که به خونه که نمیرسه تا به جون آدم برسه دیگه. پولا همون که از کارتمون میره تو کارت اونا، تو راه تموم میشه، به خونه برسن بگم پول، باز میگم پول نیست. پس این پول یه جوری بهشون بدیم که انشالله به زندگیشون، به خونهشون به سلامتی استفاده کنن. دوست دارم همه شما. خداحافظ.